استاد اول خوش آمدید. بسیار خوش باشید. سلامت باشید. قربان شما. استاد محترم نام شما؟ الیاس. الیاس خان. چقدر وقت میشه کار اسپانده میکنید؟ نه چیزی کم 10 سال میشه از کاربر که نیست این کار انجام میگرفتیم. با توکل به خدا برکت مردم کمک میکنه توانشون. دیگه اقسام ضعیف 8 نفر در فامیل ماست. تنها کارگر خانه خودم هستیم. بازم دیگه توکل به خدا که برآمدیم. خدا مهربان است. خانه‌تون کجاست؟ از قلعه در خانه است. خیلی خوب قلعه در خان. روزانه میدان شور میام. بله هفته 3 روز 4 روز میدان شور میام. بله. باز دکان داغ میگردی. بله. چقدر دکان اینجا داری تقریبا؟ اینجا دیگه دوستا شکر خدا زیاد از من حساب نکردم مقصود دکان یا 500 دکان دارن 500 600 دکان دارن و اسپند که میکنی پیسه گرفتن چه قسم است قصه کو برام والا دیگه از توانش مردم کمک میکنه خدا برکت بنده جان توانشان هر چی خدا بس کمک میکنن خیلی بوته از چی است از کجا میارین چند باز بردم تمام اینه ما از مندوی میخریم خود من تنها از مندوی میخرم اینا کیلو اسپند 70 روپیه میخریم مانو 150 افغانی میخریم اینا 200 بادبرنگ میگه یا بربو میگن کیلو 200 افغانی هست از اینجا میرم بر توزیع میکنم کسی که داد میگم ندادم دوستا خودشان شاهد است بازم کنین که ازشان تا بنز طلب نکردیم که به چیز کمک کنه دادن گرفتیم ندادم در راه خود رفتیم به نظر شما به نظر طبابایی که به اصطلاح یونانی هستن چی فایده داره همین کلانه ما میگفتن حالا دیگه بزرگا بودن اینا میگفتن ضد از اولش که به دکتر ضد میکروب است اگه زیادی که به حساب مفتن ضد جنیات از این چیزا است ضد این دیگه نظر میگن چیزا است اما به طبی ضد میکروب است کجا استفاده میشه شما کجا استفاده میکنید در خانه استفاده میکنیم در شهر استفاده میکنیم حتی زیاد در خانه زیاد استفاده میکنن کسی که طفل خورد دارن یا دیگه دارن هوا سرد است بسیار میکروب است در خانه این چی است دیگه میکروب از بین میبرن وسایلتون چی است چی چیزا استفاده میکنید چی گونه در میرین زغال دیگه بوجیش سرش 400 میگیریم کیلو 50 روپیه میافته دیگه نه اسپانیا گفتم کیلو 70 روپیه است یک کیلو مونی 150 افغانی است بادبرنگ میگه شما 200 افغانی است این روزانه 100 روپیه کرایه موتر میتونید از دو طرفه روزانه چقدر آیده ماست 200 یک و نیم ساعت 2 ساعت اینطور است جان راضی هستی راضی رضای خدا بسیار تشکر البته خورجین برش نام بگیریم دو تا خورجین دو تا یکیش نه والا گرنگ هم نیست یکیش از چه زغال است یکیش هم این چیزایی که مواد اسپند این چیزا است این کلیش که در جیب ما جای نمیشه که در جیب ما جای کنیم مجبور دو خورجین جور کردیم که داخل خورجین پرد استفاده کنیم به جوانایی که قرار به خانه ششته هیچ کار نمیکنه و میگه که کار نیست چی پیام داره الله مهربان است الله روزی رسان است خداوند گفت از تو حرکت از ما برکت یک شغل یک کار بگیرن که یا مثلا یک جای جور شه به ما جوانا که اونجا کار کنیم به یک شرکت یک جای جور شه که دیگه مردم طرف ایران پاکستان دیگه ضرر نداشته که اونجا بره دیگه وطن خودمون باشه بهتر است سلامت باشید قربان شما سلام علیکم